خب طبق انشاءالله خدا خواهد البته یک روزه یعنی روزه گشایدن سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خودش منطقی سخن اگر فهمیم یعنی روزه گشافتگی آدمای روزه دار روزه گشا کردن خودش. ولی ما شما خیلی نیستیم. ما شما همه محله را فیراد میکنیم انشاءالله خدا خواهد. چی دبدبه ها چی وی ها از این دبا افضلترش میدونیم برادر چی است. همین چیزا کار اسراف نکرده یک بیوه و بیچاره ها در خدا خواهد خیر کنیم. این اعلا بالای نور است. چیزی که اگر اسراف میشود حرام میشود. چون خداوند میگه استعیذ بالله کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. یعنی شما بخورین بیاشوین اسراف نکنین چون که خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمیدارد، یعنی دشمن میدارد. در همین خیرات ها انشاءالله خدا خواهد کمتر باشد هم انشاءالله خدا خواهد میگیم که آز باشد و ساز باشد انشاءالله. طعام هم خدا خواهد کم باشد و شیرین باشد انشاءالله خدا خواهد. یا که موی سفیده خدا خواهد انشاءالله پرفیض و یک کسا را نزد دعوت کنیم. یا که انشاءالله خود در همین ماه عیناً بیوه ها بیچاره ها کمبغل ها محتاجان در خیر احسان میکرد که ماه هست. حتی میگن که بزرگان گفتن که در همین ماه زکات پول حساب کن. بشینو یعنی جمع که زکات حساب کنو چیکار کن از همون پولت برآورده در این ماه خیر کن چون که ماه خیر است، ماه احسان است. از اون دبدبه‌های بیده این عمل کنن. ولی که در اون موضوع یک برام گفتیم که اگر کاری که برای ریا می شود و الله اجر نمیدهد چون که ریا و شرک کن. ریا هم شرک است. از ما و شما بسیاری کارامو خود نشانتی است. بسیار کسان دبدبه است. اگوان پول دار بوده است، چیل دار بوده است، این خیلی کرده است، اون خیلی کرده است. زنها در مینی میکرده اوش اینو مسابقه شده برفت. این انها مسابقه شده برفت. بجای این برادر خدا خواهد اکونومیک زندگی را ما میبرداریم. پیامبر بزرگوار میگن صلی الله علیه وسلم اگر شما در زندگی بارجه کار کنین هرگز کمبغل نمیشوید. باعث کمبغلی ما، باعث محتاجی ما همین چی است؟ همین آبروها است. محبت اقبال لاهوری عکس میگن که قوم را آبرویشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این آبرو باد. ما هم خیلی آبرو گفتن امروز ماشین خوب سور نشدستیم. آبرو گفته بچه هم نخونونده نتونسته سادیم. آبرو گفته خدا خواهد لباسای خوب پوشیدن نرفتستیم. آبرو گفته بیچاره‌ی کمپغرمون همون نفقه که حکومت میتید هوای هم فقط در چی خود نشانتی اسراف کردیم. این بسیار گناه بزرگ است، بسیار گناه سخت است. الله نگه دارد. ما آرزو میکنیم که این دبدبه ها را نکنن، کمتر خدا خواهد باشدم، کمک خوب کرده خدا خواهد در دور آیله خدا خواهد انشاءالله. من خیش تباره افضل میگد خیرات برای خیشون است. خیش و تبار است خدا خواهد، عمه‌شون است، خاله‌شون، تاغاشون است انشاءالله خدا خواهد همون سکار را دعوت کنن در یک بالای میز الا نباشد خیر کنن اوین خوبتر میشد چون که او خیر فقط الله میبیند. چون که ما میگیم یعنی با دستی راست دستی چپ نفهمه چی معنیه؟ چون که این غضب خدا خاموش میکنه. چون که فقط خدا میدند. یک بیگ سرک میبری خدا خواهد پیشه که داری کم حتی که بزرگ گفتن که دروازه شد تق پیش درشن اما که خودم نشناسم با افضل ترین خیر است با خوبتر است. این کار کنم برادر نور بالای نور میشد. او دبدبه های بی‌معنی. در کدام یک کتابی خوانده بودم که در اطراف دسترخوان خیر و احسان نشستن ثروتمندان و ننشستن احتیاجمندان این فاجعه است و یگان خیلی عملی ثواب ندارد. درست است؟ درست است. چون که ما خیر برای کم بغل ها کردن کار. نه که در این دنیا الله سبحانه و تعالی یعنی کم بغل ها را میراثخوری بایها کرده است. یعنی کم بغل ها را میراثخوری بایها یعنی با توفیل همون خیر احسان الله سبحانه و تعالی در یعنی ملک و دولت اون انسان الله برکات میده چون که وای محتاج است یا از تحت دل دعا میکند. رسمی؟ و چون که خدا خواهد میگه که خیرت در جاش کن که همونجا لازم باشد. یه مثال همونجا یعنی محتاج باشد. من برای ما میگم حضرت موسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی گفت ای موسی اگر مهمانی من حرمت کنی دیدار من نشونت میدیم روز قیامت.
اگر مهمانی خود دارمد کنی جنت میدیم. گفتن مهمانی تو کیه؟ مهمانی من کیه؟ مهمانی تو گفتن کسی که دعوت کرده میایی و مهمانی تو است. کسی که ناخواست می آید انشاءالله خدا خواهد و یعنی مهمانی من است. گفتم پگه من گفتم پیش خودت مهمان میشم. خدا گفت حضرت موسی پگه قومش جمع کردن، مریداش جمع کردن، ضیافت آراستن، همه انتظار که ساعت 12:00 الله می آید. وقتی که در همین ساعت میگه یک کمبغلی لباساش کندگی می آید. حضرت موسی میگه این بیچاره را میگه یک طرف کنه که الله می آید. میگه یک طرفش میکنن ساعتی معین شده نمی آید. پگه کوی تور میراد این موسی کلیم از با خدا گم میزد. میگه خدا آن وعده کردی که ساعتی 12 من مهمانت میشم نرفتی. های گفت موسی اون بیچاره که برفت من در دید هوای بدم، ان هوای من بدم. اگر هوا حرمت میکردی البته دیدار نشونه میدادم. برای آدم بها داده نمیشود. کس نمیداند میگه در این بحری عمیق سنگ ریزه قدر دارد یا من قدرم بلند است یا او محتاجه یا او بیچاره را نه الله میدوند. لیکن انشاءالله و یا را حرمت کردن و یا را عزت کردن و یا را خیر احسان کردن دعای و یا کتی عمر مونده رزق مونده انشاءالله خدا خواهد خاندان ده انشاءالله برکات میابیم. حالا بطفل دعای ها این باید مالهوش دو چندان کرده الله میتید چونکه و از تحت دل دعا میکند. خدا از محتاجی نگه دارد. یک تا محتاجی کویش میگم یک در زمان قدیم یک زن و شوهر افقات خود نمیستن تعام که ناخواست یک کمبغل دوست میکشد. میگه کسی هست که در راه خدا برای ما تعام تید. حتی الله سبحانه و تعالی سوره زحان ده استعیذ بالله ولا ترد السائله. ای محمد کسانی که نزد خواند یگان چیز پرسیدن میاد و یا را محرم نکن. گفت تاکید کرد پیامبر صلی الله علیه و ماندم این چیز تعلقاتی داره ما امتاندم. بعد گفت که برو پیشش که گفت سرسقف خوش مغبریان خود دست دادن نشین. برای گفت زنی گفت که دف شو در کار نیستی تو نه کم بغلی بیزار کردی که اینن میای وید میاد میگیم که درو. بعد میرود و یک زمان میگذرد همین مرد بانکروت میشود. به چیز میشود زنش میپرتید میرود و دیگه شوهر میکند. کمبغلی بسرش میاد گوش نمیماند. بعد سکین هم در مردم میرود. ولی میگو خنده پیش 40 سال مرفوزی 40 سکوند هم نرفته است. الله نشانه میده در همین دنیا. اندیشه کردن لازم است. بعد وقتی که اینا اکنون شوهرش کتی زن گوش بریان خودم